مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه شب 26 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 00:40 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل زفیر ملک فردوس سال تولدش 1980 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد عینی پنجکند در حدود جماعت دهات یوری به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته به ماشین تمغه شانگلینگ که تحت اداره توشتمیروف خدای نظر سال تولدش 1979 ساکن همین شهر قرار داشت برخورده است. در نتیجه مسافر اوپل پسر نابالغ راننده ملک یوسف جان سال تولدش 2014 جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگرش جورای و ریحانه سال تولدش 1986 ساکن شهر پنجکند جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.